طبق خبرهای رسیده دو زوده نویه دروازه تاجیکستان در جنگ اوکراین کشته شدند. به گفته مقامات محلی جمشید خدویف و شورت عبداللهیف شهروند روسیه بودند و با شرطنامه در ارتش اون کشور خدمت میکردند. جانب روسیه در این باره رسما چیزی نگفته است. سید ابراهیم عبدالرحمنزاده رئیس نویه درواز 4 مارس به رادیو آزادی گفت درباره کشته شدن دو زوده نویه در جنگ‌های اوکراین خبردار شده به نزدیکان آنها همدردی بیان کردند. به گفته عبدالرحمنزاده جمشید خدویی و شورت عبداللهیف شهروند تاجیکستان نبودند. درباره کی و در چه شرایط کشته شدن دو زوده نویه درواز معلومات مشخص در دست نیست. رئیس نویه درواز میگوید خبر یافتند که یکی از ففتیدگان راننده تانک بوده است و گویا در درون تانک سوخته است. جسدش را هم نیافتند. سید ابراهیم عبدالرحمنزاده افزود رسما از جانب مقامات روسیه یگان درخواست نگرفتند. سوره شویوه رئیس جماعت قلعه خون به نویه درواز به رادیو آزادی گفت سن جمشید خدویی و شورت عبداللهیف 80 بالاست و در 12 سال پیش همراه اویله‌شان به روسیه کوچیده بودند. یک منبع دیگر رادیوی آزادی گفت شورت عبداللهیف چند روز پیش با همسرش تلفنی گپ زده گفته است در جنگل در محاصره می باشند. درباره مرگ این دو زوده تاجیکستان معلومات بیشتر در دست نیست و نه جانب تاجیکستان و نه روسیه در این باره معلومات رسمی پیشنهاد نکردند. این هم هنوز معلوم نیست که آنها به تاجیکستان آورده می شوند یا در روسیه دفن کرده می شوند. مقامات روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که حدود 500 نظامی این کشور در جنگ اوکراین کشته شدند. جانب اوکراین تلفات ارتش روسیه را حدود 6000 نفر اعلام کرد. جمشید خدویی و شورت عبداللهیف اولین زوده های تاجیکستان هستند که خبر مرگشان در اوکراین تصدیق می شود، ولی خبرهای دسترس شده است که با آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات روس افسران احتیاطی از جمله زودگان تاجیکستان را به ارتش دعوت کردند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در فیسبوک نوشت 3 روز باز تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند از دعوت شدنشان به کمیساریات حربی خبر می دهند.